با سلام، در مجموعه فناموزان هستیم. هوشمند هستم و قراره طبق سوالایی که پرسیدین که ظاهرا نمیدونم چرا، اما خیلی ظاهرا براتون سوال بوده که تفاوت سیستم مکانیکی خودرو و برقی خودرو چیه و اشتراکاتشون توی چه داستانی هست. دارم سعی میکنم که اینو برای شما بگم. ببینید، موتور از دو قسمت تشکیل شده. قسمت مکانیکی که قرار اون بنزین و هوا و اینا بیاد و اون انفجاره به من نیروی مکانیکی بده، و داستان سیستم‌های الکتریکی ماشین. هرچی ماشین‌ها پیشرفته تر میشن، این درگیری این دوتا با هم بیشتر میشه. یعنی سیستم‌های مکانیکی به خاطر اینکه دقیق‌تر و بروزتر بتونن کار کنن، بتونن آپشن‌های بیشتری رو پشتیبانی کنن، مجبورن که از سیستم‌های برقی کمک بگیرن، چه شیر برقی ها، چه سیستم هیدرولیک برقی، و همه اینا مربوط به سیستم برقی میشه. اما اگر بخوایم نقطه مرز اینا رو بگیم، یعنی بفهمیم چی مربوط به برق میشه و چی مربوط به مکانیک میشه، هر چیزی که سیم داره توی ماشین به کار ما که برقه مربوط میشه و هر چیزی که سیم نداره مربوط به کار مکانیکارای عزیز میشه. و توی ماشین جدید گفتم که هرچی بیشتر میریم جلو، سیستم‌های برقی بیشتر میشه و ماشین‌های برقی هم که جدیدن دیگه کلاً سیستم‌های مکانیکی رو دارن، اما کلاً دیگه دارن اون نیروی محرکشون رو از برق میگیرن. اما اون سیستم‌های هیدرولیکشون، سیستم‌های به حساب تعلیقشون و تمام اینا مربوط به این دوستان مکانیک میشه. اما هرچی گفتم سیم داشته باشه توی ماشین به کار برقی مربوط میشه. امیدوارم مفید بوده باشه. خدا نگهدار.